إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. آیه 88 سوره هود. داستان شعیب علیه السلام خطیب الانبیا شروع است با امرای قومش. الله متعال داستان ذکر میکنه. خواهشات یا آن چیزی که تقاضای قوم شعیب علیه السلام بوده عبارت از دموکراسی، آزادی خواهی در مال و در ملکیت خودشان و هر امری را که خود انجام میده باید مختار باشه. از امو خاطر هر کسی که سری از یا قیودات یا پابندی را به نام مذهب و دین میاره از این مخالفت اعلان میکنه و میگه که مردم ها رشید و حلیم نیسته. آدم حوصله‌مند مسائل گپار مطالعه میکنه. نعوذ بالله سری شخصیت بزرگی که یقینا در اصلاح قوم خود اسلوب‌های را به پیش گرفته که یقینا قناعت بخش است، او را نعوذ بالله میگه که مطالعه کافی نداره، چرا که رد میکنه بالای راه و روش نیاکان ما. در نزد کل قوما رد کردن روش نیاکان از جمله نعوذ بالله کم مطالعه‌ای یا کم فکری شمرده میشه. از او خاطر قوم شعیب علیه السلام کم فکر میگه، حلیم ایرا به طریق استهزا گفته که تو خیلی حوصله‌مند هستی، معنایش است نیستی که تو مطالعه میکردی حقیقت نظریه و مفکوره ما را درک میکردی. چطور شده میتونه اینقدر عمر و اینقدر مردم امور را رفته تو مخالفت او را میکنی و دیگر رشید نیستی. یعنی نعوذ بالله اگر کسی عقل داشته باشه در امور یک کمی سنجش میکنه، بعد از سخن خود پیش میکنه و تو عقل هم نداری نعوذ بالله، به خاطر ازی که تو ما را در آزادی فردی نمیگذاری، ما را در ملکیت خود آزاد نمیگذاری که هرچی میکنیم و این اردویش گپ نادرست است. در تمام تاریخ ها همیشه ملت ها تقاضای ازی را کرده که یا پابند نظام نباشند، بلکه آن چیزی که خواسته نفسشان است او را باید به سر برسانه. به خاطر پورا کردن همین امر مبارزه هم میکنه، مقابله هم میکنه، حتی سخنان خیرخواهانه و دلسوزانه کسی را نمیشنونه. هم امروز ما و شما همینطور است. مردم ما وقتی که تو به کمال دلسوزی دعوت میدی به سوی آن چیزی که مایه سعادت و نیکبختیش است، سبب نجاتش است، امیر نمیپذیره، بلکه خود عاقل و تو را بیعقل فکر میکنه، خود هوشیار و تو را دیوانه فکر میکنه. علت دیوانگی اما نسبتش به تو از این خاطر است که کل جمهوریت و اکثریت مردم یک طرف روان است و این در جانب دیگری روان است. از همون خاطر است همیشه اعتراض مردم امی می باشه که تو یک نفر هستی، تو این طور هستی، دیگرها کجاست. ان شاء الله این موضوع باز پشتی سر برای پیغمبر علیه السلام الله متعال میگه که از جمهوریت متاثر نشوی. یکی مردمای اکثر در یک راه گمراهی روان است، فکر نکنی که او حق باشه. رای گمراهی است، ولو که کل مردم امو طرف باشن 99% و 1% مردم حق باشه، قطع حق امرایی باید بکنیم. میاد در پشتی سر. در اینجا شعیب علیه السلام خود لقبش خطیب الانبیا است. در درک روحیه قوم خود بسیار چیست، هوشیار است، بیدار است، حقیقت درک میکنه که با قوم چه قسم تکلم بکنه. از او خاطر آلی گپی خیرخواهانه خدا به یک لباس دیگری برای ازیا پیش میکنه. او میگه که تعجب نیست که من شما را امر بکنم با آن چیزی که خود مخالفت از او را بکنم. یک تعداد مردم وقتی که در مورد دین تو برش چی میکنی، تقریر میکنی، فکر میکنه از ضمیر را ای بری خود سود میبره، یک چیزی فایده داره. از او خاطر میگه خود اصلا میرسانی در یک مقام و منزلت. قوم شعیب علیه السلام هم امی گپا داشت و این گپا را اینطور داشت که میگفتن سیکو ما را منع میکنه، اصلا اراده خودش است که چیزی پول و پیسه را ای پیدا بکنه. شعیب علیه السلام برش بیان میکنه. دوم است که به نزد امی قوم شعیب علیه السلام سخنان شعیب علیه السلام منطقی نیست، یعنی قابل ارزش نیست که برش گوش مانده شود. شعیب علیه السلام به خاطر ثبوت از اینکه گپای ما گپای وزندار است و دعوت ما دعوت دلسوزانه است، آن چیزی را که برای خود میخوام برای شما میخوایم. مثل که پیغمبر علیه السلام در حدیث میگه لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه
ما یحب لنفسی، تا که به برادر خود به خود چیزی میخوای به برادر خود نخوای، ایمان کامل نمیشه. انبیا علیهم السلام هم همچنان مردم است. و این دعوت عملی میگه که باز سرش گپ میزنیم. قال یا قومی ارایتم، گفت شعیب علیه السلام قومی ما، یعنی یک کسی که ما از شماستم، شما از ماستی، یک وجود هستیم، در بین ما و شما منافع و مضرت ای کلش متعلق کلگی میشه. بدبختی شما بدبختی ما میشه، چرا که قوم از پیش آدم هلاک شوه، از بین بره و باز چی باقی میمانه؟ همین قسم سخنی را میگه، به کلمات میگه که احساسات از وا تحریک نشوه، بلکه وا یک کمی نرمش نشان بده. ارایتم ان کنت علی بینه من ربی، نمیگه، دعوا نمیکنه، وارد موقع سوال قرار میده. از امو خاطر ببینی تو نمیگه که من به حق هستم بعد گپی مرا بپذیری، از وا سوال میکنه. ارایتم ان کنت علی بینه، خبر بده مرا اگر من باشم به یک دلیل، چون وا شک داشتن به دلیل بودن. از او خاطر در موقع شعیب علیه السلام در موقع بیان میکنه که اگر شما ای را باور نداری که من دلیل ندارم، باید یک کمی تأمل بکنی که آیا ما دلیل دارم یا نه، سخنی ما دلیل داره یا نه، وزن داره یا نه، ارزش داره یا نه. لا اقل یک تأمل خوشا. ارایتم، ای برای ما خبر بدین، کنت علی بینه، اگر ما به یک دلیل واضح هستم. مراد از این سخن واضح که سندی واضح و دلیل واضح است، او وحی الله متعال است. من ربی، سخنم سخن خودم نه، از نفس خودم نه، برای منفعت خودم نه، بلکه از طرف الله مامور هستم و این مسئولیت باید من ادا کنم. و رزقنی منه رزقا حسنا، ضرورت به این مادیات شما هم ندارم، آنقدر که شما فرفته عزیزتی که شب بروز میدوی و پشت از این دیوانه کردی خدا. نه، الله متعال برای من رزق کفاف داده. مهم و رزقنی منه، برای من روزی داده از جانب خود، رزقا حسنا، رزق خیلی بهتره، خیلی بهتر. یا وحی و نبوت است. چرا میم رزق است، علم رزق است، اخلاق درستی رزق است. تنها خوردن و نوشیدن رزق نمیگه، هر آن چیزی که سبب احیای زنده شدن انسان میشه، سبب بالا بردن کمال و درجه انسان میشه، کلش رزق است. یا مراد از رزق حلال است. حسنا، اتر رزقی که ادن و خیانت دو نیست، مثل که شماست. پس نبوت رزق است، خیانت دایش نمیشه که قطعا نعوذ بالله کتمان بکنم، برای کسی بیان نکنم. یا رزق حلال برم داده، چی ضرورت دارم که به حرام نعوذ بالله اتکا بکنم مثل شما واره؟ فقط فایده خدا بجویی، پشت از این نگردی که تجاوز سر کسی دیگری هست یا نه، حق کسی دیگری پایمال میشه یا نه، دای دروغ و قسم و گپا هست یا نه. اینطوری من نیستم. و ما اريد ان اخالفکم، من اراده ندارم که مخالفت شما را بکنم، یعنی خلاف شما به کدام کار اقدام بکنم، خالفت شما را بکنم و مرتکب شوم ما و چیزی را انهاکم عنه که ما شما را منع میکنم از او، هیچ وقتی کار نمیکنم. چرا؟ این مبغوض‌ترین کار است که اگه انسان دیگران را به خیر دعوت میده اما خود عمل سرش نمیکنه. چرا؟ الله متعال این را خیلی بد میدانه. کبور مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، بسیار سبب غصه و غضب است، سبب دشمنی است به نزد الله متعال که چیزی را در زبان میگی اما در عمل پیاده نمیشه. یکی از جمله مؤثرترین راه دعوت امیسته که برای کدام طرف کسی را دعوت میدی، به مو طرف باید تو عملا نشان داده باشی که من به مو جانب هستم. اگر کسی را میگی نماز خوب بخون، زمان این دعوت داده میتونی که تو خود چی بکنی؟ بالکل نماز خوب خوانده باشی. زمان یک کسی را دعوت به سوی توحید داده میتونی که خود مکمل سیراب از توحید شده باشی و در عمل دیده میشه که تو موحد واقعی استی. و ما بارها گفتیم که دعوت عملی بسیار مؤثر است از دعوت زبانی کرده. چرا؟ دعوت زبانی به مرتبه یک ادعاست که دعوا میکنی، اما دعوت عملی با سند و با دلیل پیشنهاد است برای کسی دیگری. از همون خاطر دعوت های انبیاء علیهم السلام همیشه دعوت های عملی می باشه. از اون خاطر اینجا شعیب علیه السلام میگه هیچ وقت شده نمیتونه که از آن چیزی که شما را منع کرده من مرتکب از او شوم. نه، این حرس ما، این دلسوزی ما، این محنت ما به این خاطر نیست که من چیزی زراندودی بکنم و ما برای خود هزینه را تیار بکنم. نه، هیچ گاهی این مقصدم نیست. مقصدم است فلاح شما، اصلاح شما که نه پشتی سر پیغمبر بر ما میگه. در یک حکایت بعضی کتابان نوشته کرده، امام ابو حنیفه رحمه الله پیشش میگه یک زن طفل خدا آورد و برش گفت که امیر نصیحت بکو که گور زیاد میخوره، شیرینی را زیاد میخوره. و دمو فرصت امام ابو حنیفه رحمه الله میگه شیرینی میخورد.
میگه ایره نصیحت کو، به خاطر که تو عالم هستی و حیثیت داری و ایره یک چیزی بگو. بازو به دمو فرصت نصیحت نکرد، رفت. گفت دیگه وقت بیار. دیگه وقت که برش آورد گفت چرا دو وقت برش نصیحت نکردی؟ گفت تو خودم شیرینی خورده رایی بودم، گپم تاثیر نمیکرد. یقینا هم اموتور است. در اینجا شعیب علیه السلام دعوت میده که ما اینطور کاری را نمیکنم که ما شما را منع میکنم، خودم کار بکنم. این اريد الا الاصلاح ما استطعت، من اراده ندارم بجز از اصلاح، به اندازه که من توان دارم، هر قدر که توان دارم تلاش شد، اما کوشش و اجتهاد ما، محنت ما برای اصلاح است. این برنامه مکمل انبیاء علیهم السلام است. اصلاح چی؟ اصلاح عقیده، اصلاح عمل، اصلاح اخلاق، اصلاح روابط اجتماعی، اصلاح روابط چی خانوادگی، اصلاح روابط دولتی و سیاسی، اصلاح اقتصاد، اصلاح فرهنگ، همه چیز اصلاح. چقدر خوب است. اینی برنامه انبیاء علیهم السلام است. انبیاء علیهم السلام آمده تا مردم از اینمی شاردگی ها بالکل سالم باقی بمانه. کدام شاردگی پیدا شده؟ ما در منطقی خود میبینیم زمان یک توی میشه چقدر هزینه انگفت مصرف میشه. میتونه میره به نشست خود با تمام قوم بشینیم، همین گپ به کلگیست. هر کس بچه دختر داره بیا میره آن چیزی که شریعت میگه. دیگه عذابی کلان پردازی و کٹ خرچی و اسراف و نعوذ بالله تابعداری شیطان خود منع بکنیم. این برنامه است. اصلاح از اینجا شروع میشه. البته اینمی اصلاح زمانی تاثیر پیدا میکنه که اول خود اصلاح بکنی، خود درست بکنی، عقیده تا، عملی تا، اخلاقی تا درست بکن و بعد از دعوت بده به قریبی تا. به مو کسی که اول سر سخن تو باور داره، اعتماد داره، سر از او کار بکن. بعد از او خود به خود، چرا که اون نفرم بری خود کسی را داره که باور سر سخنش داره، رابطش قوی تر است بر نسبت تو قطعی از او. تو یک نفری را تربیه میکنی، تعلیم میدی، یک شخص سوم که نمیتونی تو قطعی از او حتی سخن بگی، اما نفری را که تو تربیه کردی بهترین دوستی از او میباشه. اصلاح اونمو نفر ثالث توسط تو غیر ممکن، توسط نفر دوم آسان ترین چیز میباشه. از امو خاطر است که انسان دید دعوت خدا، بعد راه دعوت خدا سنجیده فکر بکنه، بعد از اقدام بکنه که از کدام راه باید بروم. و ما توفیق الا بالله، نیست توفیق ما مگر به الله متعال. چی درس عظیمی است. راه دعوت راه آسان نیست. راه دعوت یک سلسله مشکلات ها داره و برداشت اینمی مشکلات این امر آسان نیست. انسان زود خطا میشه. شیطان گاهی وقت آدم آنقدر غصه میکنه که مردم قابل عزیز که عذاب الله سرش بیا مکمل هلاک شو، بان که هلاک شو. همینطور شیطان تو را آنقدر احساساتی میسازه که دستوردار میشی از دعوتت، میگی که نه بس است دیگه. شو روز بر ازیا گفتم برادر دانم چی میگه، چی موی سوز کرد خوی یا نشودن. نه این اینجاست که شیطان تو را خطا داده، میگذاره نمیخواه که نعوذ بالله او جور شوه. لیکن شعیب علیه السلام به دعوتگر درس میده که همه امور توسط توفیق الله پیش میره. کمالی که در تو حاصل میشه این توفیق الله است. و ما توفیق الا بالله. دست یافتن به مراد خود که من مراد حاصل کنم، مراد حاصل کردن گپی آسان نیست. چرا پرپیچ میباشه، مسافه و طولانی کار داره، محنت کار داره. این گپی عادی نیست. این اتکا به الله متعال، خود سپردن به الله متعال به دست میاد. علیه توکلت، خاص بالای الله اعتماد کردیم. اگر کسی آزار میده، اذیت میده، گپ میزنه، افواهات میکنه، مخالفت ها را میکنه، هر نوع مشکلات برم ایجاد میکنه، سری الله اعتماد دارم، الله نصرت مرا میکنه و الیه اونیب، خاص به سوی الله در تمام مصیبت ها، کارکردگی های خود یا تمام مشکلات خود رجوع به سوی الله کردیم. شعیب علیه السلام به الله خدا میسپاره. چرا میگه این توفیق از جانب الله هست که در مقابل اینطور قوم لجوج، اینطور قوم ضدی و عنادی که تو خیر خواهیش میکنی و او مردم تو را عیب سرت میلگانه، بی منطق برات میگه، گپای تا ارزش قائل نیسته، الله تو حوصله را نصیب بکو. یقینا که راه دعوت حوصله خیلی بزرگه میخواه، خیلی زیاد بزرگه. هر داعی اگر در راه دعوت خود حوصله بزرگ داشت حتمی کامیاب شده نیسته. اینطور یک امری که بالکل قطعا امکان نداشته باشد از ذهنت همینطور میگرده که یا خوب به هیچ وجه اصلاح نمیشه، اما تو حوصله مندی از دست نده، همت از دست نده، اتکا به الله متعال بکو، توفیق از الله بخوا، باز میبینی که امو چی شده؟ اصلاح شده. اینی داستان شعیب علیه السلام درس است برای ما. و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، بس اوقاتی طور است
سخن خیلی شیرین می باشه، جاذب می باشه، هر کس می پذیرشه، سخنی پذیرا می باشه، اما او درزادگی نمیگذارشه. دشمنی شخصی را وادار به این می سازه که در مقابل تو قیام کنه، گپی تو را خامخا ولو که حق است رد بکنه. این گپا خیلی زیاد میشه. اکثر دعوتگرای ما چون در جامعه ما همیشه ضد و عناد و اینمی چی است، امچشمی حاکم است، نمیخواه که یک کمی درجه بری تو ثابت شوه، حسد قتل میکنه، گپی حق تو را رد میکنه. شعیب علیه السلام چقدر نصیحت نیک میکنه به قوم خود. چی میگه؟ و یا قوم ما لا یجرمنکم، باعث نگرده بالای شما شقاقی دشمنی ما، شقاقی دشمنی ما که شما قطمت دشمنی داره، ان ایوسیبکم که برسه براتان مثل ما اصابه، به مثل آن چیزی که رسیده بود به قوم نوح، به قوم نوح علیه السلام، او قوم هود یا قوم هود علیه السلام، او قوم صالح یا قوم صالح علیه السلام. به قومای گذشته که کدام عذابای بیخکن رسید تباه شدن، نشوه که شما به او عذابا مبتلا شوی. و علتش چی باشه؟ مخالفت شما از برنامه ما. او برنامه ما را مخالفت به این خاطر نکردی که برنامه غلط است، برنامه ما نادرست است، بلکه به این خاطر کردی که قطمه ذاتی دشمنی داره، قومی دشمنی داره. این باعث بالای مخالفت شما نشوه که ایمان نمیاره و بعد از او سبب هلاکت دائمی تان میشه. خیر است اگر مرض بد میدانه، اما سخنی ما سخنی حق است، شما سخنی حق بپذیریه، ما از ما پشتی ما نگرده، من هر چی که میگه. چقدر الله اکبر. یعنی هر نوع عذر از قوم انبیاء علیهم السلام دور میکنه که قوم اگر شما دشمنی شخصی قطمه داری، این باعث نشوه که نعوذ بالله شما ایمان نبیاره، برنامه حق نپذیره. چقدر درس عظیم است. حق پذیری، حق پذیرفته میشه ولو از دهن دشمنت باشه، از دهن دشمنت باشه حق باشه باید بپذیری. اما ما خوش میشیم که از دهن دشمن حق برایه، چقدر خوب است و ما تابعداری از او را بکنیم. چرا؟ به خاطری که معلوم میشه که ما حق طلب هستیم و پشت حق میگردیم. اگر نیکی طور نباشه نه. مشکل امروزی ما که در بین تابعداری مذاهب پیدا شده یک وجهش امیسته. اگر امی حق از دهن امام شافعی رحمه الله برای کل شوافی را میپذیره خلاص. اگر امی حق از دهن امام ابو حنیفه رحمه الله برای شوافی باز میگه نه نمیپذیریم. امی قسم در احناف ما همینطور است. اگر امی سخن از دهن امام ابو حنیفه رحمه الله برآمده باشه بس سرش قربان میکنه، میگه بالکل ما پیروی میکنیم. اما اگر از دهن دیگه کسی باشه باز دیگه نمیپذیرم. اینجاست که معلوم شد پیروی از حق نمیکنیم، پیروی از شخص میکنیم. اینی مشکل است. حق است ولو از دهن دشمن میبره. شعیب علیه السلام میگه که دشمنی ما باعث ترک ایمانتان نشوه که سبب هلاکتتان شوه. و ما قوم لوط منکم ببعید، نیست قوم لوط از شما دور، یعنی از نگاه زمانم مکانم، زمانی اردو قومم تقریبا نزدیک بوده و جاهایشان هم اردوش درای شام قرار داره، اردو قریه ها. از او خاطر شعیب علیه السلام تنبیه میده. ببینید تنبیه یا تهدید چه قسم است؟ تهدید در لابلای سخنای خیلی دلسوزانی خود پیش کرده، در ضمنی امی که بیان میکنه که باعث نشه دشمنی ما که شما ایمان ترک کنید، در ضمنش تهدید هم میکنه شانه که عذاب آمده نیست. اینطورم نباشه، بیدار باید باشه. من که کدام گپ میزنم همونطور گپ نمیزنم، در ضمن. اما اینجا و ما قوم لوط منکم ببعید دیگه معنام داره. نیست قوم لوط علیه السلام از شما دور، از نگاه اخلاق و روشی که وا داشتن شما هم داره. و هم فساد اجتماعی داشتن، لواطت میکردن، معاشره را ما کمل آلوده کرده بود، نسب مختلط شده بود، نعوذ بالله قطع نسل شده بود، سبب آزار و اذیت جامعه شده بود. شما هم رقم هستی و یک قسم اذیت میدادن، شما دیگه قسم اذیت مالی و فساد مثل که از او طرف می آمد از نگاه نسب، اینجا فساد از نگاه مال میاد. از او خاطر اشاره به این میشه که اقتصاد کمتر از جان نیست. اصلاح جان اصلاح اقتصاد مترادف است. اگر یک انسان از نگاه نفس کلگی جور باشه اما اقتصاد خراب باشه باز دیگه گپ خراب است. واستغفروا ربکم، بخشش طلب بکنه. بهترین راه برای انسان چیست؟ چرا انسان آلوده است، قصور کوتاهی زیاد داره. واستغفروا، بخشش طلب بکنه، ربکم، از پروردگارتان. پیغمبر میگه به پروردگارتان رجوع بکنی، مرا پرستش نکنی، به ما سجده نکنی، من بخشیدن نمیتونم گناهایتان که سوغاتا را برای ما بیارید، تکیت جنت را براتون داده برم. پیر صاحبی پنجاب نیستم، حالی هم پیرا در اینجا همون کارا را میکنه.
پیغمبران علیهم السلام میگن ما نمیتونیم این گپا که شما را بخشش کنیم. چیستا واستغفروا ربکم، بخشش از پروردگارتان بطلبید. ثم توبوا الیه، بعد از اون نمیگم که بیای در پیش روی ما حلقه بزنی، در حاجتایتان فقط چهره ما را بیاره، در وقت ذکرتان چهره ما را بیاره. هیچ پیغمبر این دعوت برای امت خود نداده. نه در مشکل کشایی برشان گفته که با ما صدا بزنی و نه گفته که در وقت ذکر چهره ما را بیار، بلکه چی دعوت میده؟ ثم توبوا الیه، بعد از رجوع به سوی الله متعال بکنه، رجوع به سوی الله، به پذیرفتن نظام الله، کدام احکامی که الله براتان روان کرده او را به سر و چشم قبول بکنه، برنامه الهی را مشعل زندگیتان قرار بده و اینطور فکر نکنه که ما خود زیاد گناهگار هستیم شاید الله بخشش نکنه. این ربی رحیم، یقینا پروردگار ما بسیار رحم کننده است. بله، رحم الله عام است، هر کسی توبه میکنه به کلگی با وصفی که گناهان بزرگی داره در توبه برش باز است. ودود، کسی نگویه اینطور که بله الله خود توبه را قبول میکنه، گناه را معاف میکنه، لیکن آینده قطعا محبت نداره. نه، الله ودود است، محبت کننده است. لیکن امرای کسی که به امرای الله محبت میکنی، کسی که امرای الله محبت میکنه و محبت به امرای الله کی میشه؟ تعمیل امر الله، مطابق دستورات الله زندگی عیار کردن. قال یا شعیب ما نفقه کثیرا، این سخنان پرثمر، این سخنان مؤثر دلسوزانه، شما دیدی که با کدام عنوان با حوصله‌مندی با دلسوزی بیان میکنه، اما قوم لجوج و عنادی چی در مقابل میگه؟ چی درس عظیم برای ماست. ما چرا خفه میشیم؟ سخن خطیب الانبیا را مردم آنقدر بیارزش تلقی میکنه، میگه هیچ سخنی تو قابل فهم نیست، درک نیست، گپای غلط میزنی. نعوذ بالله از ما و شما خو خیلی در درجه پایین تر قرار داریم. اگر سخن ما را مردم رد میکنه خفه نشویم.